این بهتان عظیمی هست و اگر از این بهتان دست نکشند خدای عزوجل فرموده است که من آتانی ولیا فقط آذنته للحرب. منتظر عذابهای گوناگون باشند که به یار در پهلو خوابیده رسول الله در جلوی روضه رسول الله قرار میگیرید. حضرت صدیق اکبر در آغوش رسول الله است، فاروق اعظم زیر پای رسول الله دست در روضه مقدس است و تهمت به این صحابی عظیم الشان، تهمت قتل دخت رسول الله را میزنید و دم از وحدت اسلام. این عمر از این تهمت ها سانحه دور نمی شود. به خدا قسم برای شما بده، برای شما بده. عمر است، او در پهلوی محمد رسول الله خواب است و پردای قیامت از قبر بلند می شود. اولین انسان رسول الله است. فرمود دو وزیر من با من بلند می شود، بعد من می آیم به جنت البقیع، اهل جنت را خدا بلند می کند. بعد می آیم به مکه، اهل مکه را خدا بلند می کند. شما به این انسان عزیز، به این انسان بسیار مقدس چنان تهمت عظیمی را می زنید که قاتل فاطمه الزهرا با دختر فاطمه الزهرا هم در عقد نکاح او هست و حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاتل فاطمه الزهرا را نامش را بر بچه های خود بگذارد. این انصاف هست. به خدا از انصاف بسیار دور است. و همه این بزرگان اهل شیعه نوشتن که فاطمه الزهرا وفات کرده است. سندهای بسیار معتبر، سندهای بسیار قوی و شهادت فاطمه یک واهی، یک یهودی و نصرانی روایتی آورد و این شما دیگر نقل کردید که بله حضرت عمر را داغدار میکنید. به خدا قسم حضرت عمر داغدار نمی شود. حضرت عمر در آغوش محمد صلی الله علیه و سلم. هر سال میلیون ها انسان وقتی در مواجهه رسول الله قرار میگیرند. به خدا قسم شان آنها میلرزد. دست و پا بزرگترین محدثین، بزرگترین شمشیر زنان وقتی اونجا قرار بگیرند به خدا حواسشون باخته میشه، نمیدانند چطور صلات و سلام تقدیم کنند. هزاران صلات و سلام بر روان اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله باشد. خدایا ما با محبت اصحاب رسول، با محبت اهل بیت رسول زنده نگهدار و موت بده. و ما